تا حالا شده با یکی آشنا بشی، کلی باهاش حرف بزنی و بعد فقط 5 دقیقه اسمش یادت بره؟ شاید خودت هم این اتفاق برات افتاده که قیافش یادت هست، لباسی که پوشیده بود و یادت میاد، حرفایی که زدین رو هم کامل به خاطر داری. حتی شاید بدونی کجا بزرگ شده، چی کار است و چه شوخی و تعریف کرده، ولی اسمشو نه. اگه این اتفاق زیاد برات میفته، شاید با خودت بگی نکنه حافظم داره ضعیف میشه، چرا اسما رو یادم نمیمونه، نکنه حواسم به آدم ها نیست. اما جالبه بدونی روانشناسا میگن خیلی از آدمایی که اسمها رو زود فراموش میکنن اصلا حافظه ضعیفی ندارن، حتی بعضیاشون حافظه خیلی خوبی هم دارن. ماجرا بیشتر به این مربوطه که مغز چطور تصمیم میگیره چه چیزهایی رو نگه داره و چه چیزهایی رو دور بریزه. مغز ما هر لحظه با کلی اطلاعات مختلف بمبارون میشه، خیلی بیشتر از چیزی که بتونه آگاهانه پردازشش کنه. برای همین مجبور میشه انتخاب کنه چی مهمه، چی مهم نیست، چی باید تو ذهن بمونه و چی رو باید فراموش کنه. و مشکل به یاد سپردن اسما هم دقیقاً همینجا شروع میشه. اسم یک نفر معمولاً به تنهایی معنی خاصی برای مغز نداره. مثلا وقتی میشنوی اسم کسی علی، محمد یا جواده، این اسما به خودی خود اطلاعات زیادی بهت نمیدن، فقط یه برچسبن. ولی مغز عاشق چیزهای معناداره. برای همینه که خیلی وقتا داستانها رو بهتر از اطلاعات خشک و خالی یادمون میمونه، تجربه ها رو بهتر از اسمها و احساسات رو بهتر از تاریخ ها. مغز دوست داره بدونه یک نفر چه شخصیتی داره، چه حسی منتقل میکنه، چه داستانی پشتشه، نه اینکه فقط یک اسمو حفظ کنه. یه دلیل جالب دیگه هم هست. گاهی آدمایی که اسما رو فراموش میکنن اتفاقا خیلی خوب دارن توجه میکنن، فقط توجهشون روی چیز دیگه ایه. فرض کن با یه نفر جدید آشنا شدی، وقتی خودشو معرفی میکنه مغزت فقط اسمشو ثبت نمیکنه، همزمان داری به حالت صورتش، طرز حرف زدنش، زبان بدنش، اعتماد به نفسش، صمیمی بودنش یا حتی استرسش توجه میکنی. روانشناسا به این میگن پردازش اجتماعی. بعضی آدم‌ها، مخصوصاً کسایی که خیلی به احساسات و رفتار بقیه توجه میکنن، بیشتر دنبال شناختن خود آدم هستن تا حفظ کردن اسمش. برای همین ممکنه همه چیزو درباره یه نفر یادشون بمونه جز اینکه اسمش چی بود. یه دلیل دیگه هم اضطراب و زیاد فکر کردنه. خیلی ها وقتی اسم کسی رو میشنون به جای اینکه واقعا گوش بدن شروع میکنن به نگرانی که اسمش چی بود، نکنه اسمش یادم بره، اگه اسمشو فراموش کنم چی؟ و همین باعث میشه ذهن دیگه روی خود گفتگو تمرکز نکنه. در واقع اسم اصلا درست وارد حافظه نشده که بعداً بخواد پیداش بشه. روانشناسا این رو بیشتر مشکل توجه میدونن، نه مشکل حافظه، چون چیزی که اصلا ذخیره نشده قابل یادآوری هم نیست. جالبه که بعضی تحقیقات نشون داده آدم‌هایی که بیشتر به ایده ها، مفاهیم و الگوها فکر میکنن ممکنه بیشتر اسما رو فراموش کنن، چون ذهنشون بیشتر دنبال داستان و معنیه، نه اسم و برچسب. انگار مغزشون میگه مهم اینه این آدم کیه و چی گفت، نه اینکه روی کارت ویزیتش چه اسمی نوشته شده. پس دفعه بعدی که اسم کسی رو یادت رفت، سریع فکر نکن حافظت خراب شده. شاید مغزت فقط داشته چیزهایی رو نگه می داشته که از نظر خودش مهمتر بودن.